ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. خوشگل شدی. واقعا به هم میاد؟ خیلی بهت میاد. اما اینطوری که نمیشه. چی؟ خرید لباس عروس؟ نه جونم، اینکه قبل از عروسی منو تو لباس عروس ببینی. نه خند، میگن شگون نداره. مگه تو فیلمم همینطور نبود؟ چون قبل از عروسی دختر تو لباس عروس دید از هم دیگه جدا شدن. اون فیلم بود. عشق ما حقیقیه. نکنه فکر میکنی دروغ میگم. یا شایدم دارم فریبت میدم. نه عزیزم، نمیخواستم اینو بگم. خیلی خوب، برو درش بیار. باید بخریمش. هنوز خیلی جاها رو باید نشونت بدم. بفرمایید، اینم تاج سرشه. ما این لباس رو میخریم. خیلی خوبه، پس از این طرف لطفاً. منور دخترم، این در رو باز کن با هم حرف بزنیم. باشه مامان، دارم میام. الان لباسمو عوض میکنم و میام. باشه زود باش بیا، به خدا مردم از نگرانی. باشه مامان، الان میام دیگه. خیلی ممنون. مبارک باشه. ممنون. خیلی خوش خواهش اومدین. میکنم. متشکرم. ممنون. میخوام ببرمت یه جای خوب. بعدش هم شام میخوری. آی بیا دخترم بیا. والا به خدا از صبح تا حالا همش فکر و خیال کردم. مردم از نگرانی. چی شد، به هم زدین؟ نه به هم نزدیم. چی داری میگی؟ نکنه اویگار موافقت نکرد؟ نه، من بهش نگفتم که میخوایم از هم جدا شیم. یعنی چی؟ دخترم وقتی داشتی میرفتی تصمیمتو کاملا گرفته بودی. گفتی میرم باهاش حرف میزنم و این نامزدی رو به هم میزنم. آخه اونقدر با هم خوب رفتار کرد که
گفت داره دنبال خونه میگرده. منم دیگه نتونستم حرفی بهش بزنم. ای بابا، میبینی تو چه وضعیتی قرار گرفتی؟ آره میدونم. خب حالا چی کار کنیم؟ نمیشه که همینطوری به این وضع ادامه بدیم. نمیدونم، یعنی تو یه فرصت دیگه باش حرف میزنم. الانه که دیوونه بشم. دختر، یعنی چی که یه فرصت پیدا میکنم باهاش حرف میزنم؟ البته که باهاش حرف میزنی. مگه بچه بازیه؟ خب وقتی که میگی من نمیخوام با این آدم ازدواج کنم، وقتی میگی من بهش علاقه ندارم، معلومه باید باهاش حرف بزنی. ببین اون آدم از هیجان داره با عجله دنبال خونه میگرده. حالا میخوای چیکار کنی؟ آی کاش که به حرفت گوش نمیکردم. کاش به حرفت گوش نمیکردم، با پدرت صحبت میکردم. مامان، خیلی خوب، اینقدر بزرگش نکن. گفتم که یه راهی پیدا میکنم و باهاش حرف میزنم. باشه، وقتی حرف زدی به مام خبر بده. بگو که مام برنامه خودمونو بدونیم. میخوام یه سوالی ازت بپرسم. امروز تلفنی با برادرت حرف نزدی؟ دیروز با عجله رفته استانبول. بهش زنگ زدم اما جواب نمیده. اصلا اهمیت نمیده. مطمئنم این وسط یه خبراییه که من نمیدونم. هرچی خیر باشه. الان میتونی اینو دستت کنی مگه نه؟ از دخترها تو آشپزخونه شنیدم که ایگیت تو بیمارستانه. خیلی ترسیدم. خالم چیزی به من نگفته مامان. واسه اینکه تو ناراحت نشی حرفی بهت نزدم. اصلا نگران نباش، حالش خوبه. ما همه اینجا بیمارستان کنارشیم. باشه، از طرف منم حالشو بپرسید. باشه، میگم دخترم، میگم. مامان، خواهرم بهت زنگ نزده؟ نه دخترم، یعنی امروز تا حالا که خبری ازش نشده. مامان جان، اونجا استانبوله. حتما رفته سر کارش و هنوز برنگشته خونه. اون هیچ وقت شما رو نگران نمیکنه. حتما زنگ میزنه. باشه، تو هم مراقب خودت باش. اگه خبری شد حتما بهت میگم.
باشه مامان. توپرک نترس دختر، منم پینار. نمیای پایین شام بخوریم؟ من بعداً میخورم. بذار اول بچه رو بخوابونم. داشتی حرف میزدی ناخواسته شنیدم هوا رفته استانبول؟ رفته دیدن عمومینا. چه خوب. ما رو ببین، جز 4 دیواری این عمارت هیچ جای دیگر رو نمیبینیم. حق داری والا. خب دیگه ما میرم آشپزخونه. میخوای بخوری؟ مطمئنی؟ چرا نخورم؟ نه از اون بابت نمیگم. آخه گفته بودی نمیخوری. اگه مستشم ازم سوء استفاده میکنی؟ من هیچ قولی نمیدم. چقدر بدمزه است. نخند نخند دیگه. آها که اینطور باشه. باشه نمیخندم، قول میدم. خانوم از من نشنیده بگیرین، اما انگار اگیت یه بلای سرش اومده. معلوم نیست چرا رفته بیمارستان. تو سرت به کار خودت باشه. به این کارا چی کار داری؟ زود باش برو سر کارت. نزدیک هتلمون یه چند تا زمین خوب واسه ساختن مرکز خریدمون پیدا کردم. پسرمو که برگرده با اون صحبت میکنم ببینم نظر اون چیه. کار خیلی عاقلانه‌ای کردی پسرم. یوسف هم گفته که اون قضیه رو ول کن و به کار خودت بچسب. میخوام یه مرکز خرید خیلی بزرگ تو استانبول درست کنم. آفرین. حالا درست شدی همون پسر خوب خودمون. مگه نه حسن جان؟ درسته همینطوره داداش. پینار مثلا داری یه میز شام میچینی یا فلفل سیاه نیاوردی، نمک نیاوردی. اوه خودم باید به همه کارا برسم. جمیله امروز از توپراک شنیدم که انگار هوا رفته استانبول. پینار آها خانم تو چی گفتی؟ گفتم هوا رفته استانبول. هوا رفته استانبول؟ چرا؟ من نمیدونم خانم، من فقط شنیدم که رفته اونجا. حمیت خانم ما مردیم از گرسنگی، غذا هنوز حاضر نشده؟ آیه این مزخان، یه 2 دقیقه نمیتونین تحمل کنین؟ دخترها دارن غذا رو میارن. مهمت پسرم میشه یه دقیقه بیای؟ به نظرت مامانت اینو چی میگن؟ چیو؟ ما رو. چی باید بگن عزیزم؟ مامانت منو دوست نداره. چرا اینجوری فکر میکنی؟ میدونم. خب حس میکنم. دفعه اولی که اومدم امارت منو به خاطر اون دختره انداخت بیرون. این چه حرفیه میزنی؟ واسه کدوم دختره؟ از دهن خودش شنیدی؟ خیلی خوب، اسمش رو یادم نمیاد. تو یادت نمیاد. فکر کنم بتول بود. خب چه فرقی داره؟ باشه درسته، با مادر من نمیشه صمیمی شد، اما وقتی پسرش انقدر خوشحال و عاشق باشه مشکلی پیش نمیاد. مگه نه؟
نگران هیچی نباش. خیر باشه زنمو. والا خیر و شرش به زودی معلوم میشه. این یوسف ما واسه کار رفته استانبول، درسته پسرم؟ آره، واسه این محصولات ارگانیکی که میخوان تولید کنن یه جلسه داره. چی شده زنمو؟ من اینطور فکر نمی کنم. یوسف هیچ وقت بدون خداحافظی به سفر کاری نمی رفت. یعنی همچین عادتی نداشت. ببین شب شده اما هنوز یه زنگم نزده. مطمئنم یه چیزی تو کلشه. وقتی میبینم شما اینقدر نگرانید حس میکنم یه چیزی توی ذهنتون هست. مهمت جان، ببین تو که غریبه نیستی. یه دختری هست که اصلاً مورد تأیید من نیست. حس میکنم یوسف بهش علاقه داره. ای بابا، این دختره کیه؟ جانم مهم نیست دختر کیه و چیه، اما اون دختر الان تو استانبوله. خب به نظرم یکم عجیب اومد. یعنی چه میدونم من زنموی مهربونم، نگران نباشین. پسر شما کار اشتباهی نمیکنه. نمیدونم شاید جلسش طولانی شده که نتونسته بهتون زنگ بزنه. تو اینطور فکر میکنی؟ انشالله. حالت خوبه؟ یکم سرم گیج میره. به خاطر نوشیدنی هست. یک کمش برای نوشیدنیه، یک کمش واسه سرمستی، یک کمش هم واسه عشق. زود باش بریم. کسایی که این کارو کردن دیدی؟ نگفتن چرا این کارو میکنن؟ نمیدونم. 2 نفر مثل دزدا بهش حمله کردن و کتکش زدن. آخه کی ممکنه بخواد به پسر من آسیب بزنه؟ ایگیت مطمئنی؟ من فکر میکنم کار کایماکان باشه. خدای منم از صبح تا حالا تو همین فکرم و همش دارم اینو بهش میگم اما گوش نمیده آقای بازرس. خب ایگیت داره در مورد کارهای گذشته اون تحقیق میکنه. حتما کایماکان اینو فهمیده و میخواد ازش زر چشم بگیره. قطعا همینطوره. منم همین فکر رو میکنم. و اگه کایماکان این کارو کرده باشه حتما داره یه چیزو پنهان میکنه. به خدا دارین گناه یه آدم بیگناهو میشورین. من داشتم راهمو میرفتم، 2 تا جوون جاهل وایساده بودن سر خیابون. گفتم برین کنار، بعدم درگیر شدیم. از امارت زنگ میزنن، نمیفهمن که آدم تو بیمارستانه. مادر شما برو، برای چی میخوای اینجا باشی؟ من که چیزیم نیست، اینجا هم بمونی که چی بشی؟ خاله جان شما برو، من اینجام. باشه من میرم خونه و یه سری به کارا میزنم، اما شب دوباره برمیگردم پیشت. باشه آقا، شبتون بخیر باشه. شب بخیر خاله جان. ممنون. ایگیت ببین، ممکنه مادرت حرفاتو باور کنه اما من باورم نمیشه. گفتم که بدونی این کار کایماکان بود، درسته؟ ایگیت پسرم، اگه اون آدم این کارو کرده باشه میتونیم حرفاتو ثابت کنیم و اونو به سزای عملش برسونیم. داداش فکر میکنی من این چیزا رو نمیدونم ها؟ فقط به خودم فکر کنم و برم ازش شکایت کنم؟ دارم میگم اون آدم زنشو کشته، بعدش هم از جرمش فرار کرده. اگه این کارو بکنم چه بلایی ممکنه سر منور بیاد؟ کی میتونه جلوی اون آدمو بگیره؟ همه چی عالی بود، واقعا ممنون. این شهرم خیلی قشنگه. دوست داری اینجا زندگی کنی؟ تو استانبول؟ نمیدونم، تو شهرهای بزرگ، استانبول، آنکارا.
نه من نمیتونم از شهرمون جدا شم. اما تو هر جا که باشی، هر جا که بخوای، من باهات زندگی میکنم. خب حالا میخوای بری خونه عموت؟ فردا صبح میام دنبالت، با هم برمیگردیم. باشه. تو هتل میمونی؟ اونم بدون من؟ چطور؟ تو هم میخوای بیای پیش من؟ یعنی دیگه ازم نمیترسی؟ نمیترسم. باشه، بریم وسایل تو برداریم. تو نه، یا من میرم وسایلمو برمیدارم میام. مگه میشه؟ منم میام بالا. پس تو الان به عموتینا چی میخوای بگی حوا؟ نباید بدونن که تو امشب پیش کی میمونی؟ یوسف واقعا بهتره که تو نیای. چرا؟ ببین بابام اینا هنوز هیچی نمیدونن. زنمومم نمیتونه جلوی دهنش رو بگیره، فوراً بهشون زنگ میزنه و همه جا رو پر میکنه. بعدم اگه بابام بگه هنوز ما از هیچ خبر نداریم، عموتینا از کجا میدونن، چی بگم؟ میدونی که مامانم هم مریضه، اینطوری ناراحت میشه. نمیخوام به خاطر عمومینا خانواده خودم رو ناراحت کنم. باشه، اگه اینطوری بهتره همینجا میمونم. باشه. اوه بالاخره خانم تشریف آوردن هم؟ تا این موقع شب کجا بودی؟ میدونی ساعت چنده؟ گم شده بودم زنمو. ای بابا، خب زنگ میزدی؟ تلفن میکردی خودمون میومدیم دنبالت. شارژ گوشیم تموم شده بود. گفتم که راهو گم کرده بودم. حالا میشه بیام تو؟ شب بخیر عمو جان. شب بخیر دخترم. کجا بوده؟ میگه گم شده بودم، معلوم نی کجا رفته بوده. دخترم خب زنگ میزدی من خودم میامدم دنبالت. شارژ گوشیم تموم شده بود، راه هم گم کرده بودم. یعنی یه تلفن عمومی هم پیدا نکردی؟ ببخشید زنمو، واقعا ببخشید، اما شماره شما رو حفظ نبودم. من دارم میرم عمو. کجا دخترم؟ برمیگردم شهرمون. چرا میخوای بری؟ نمیتونم اینجا بمونم، برگردم بهتره. یه روز میای یه روز میری، مگه اینجا کاروانسراست؟ برو اونا رو ساکت کن. الیف، این سر صداها برای چیه؟ یه لحظه از دستشون آرامش نداریم. دخترم آخه چرا میخوای بری؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ زینب ناراحتت کرده؟ نه به خدا عمو، واقعا چیزی نیست. من نمیتونم اینجا زندگی کنم، به یه شهر بزرگ عادت ندارم. ببین همین روز اولی گم شدم. راستش از اولم مطمئن نبودم کار درستی باشه. بلیطم خریدم تا چند ساعت دیگه برمیگردم. من میرسونمت. نه عمو، واقعا نیازی نیست. هم میگی گم شدم، هم میگی لازم نیست برسونیمت. اگه بابات بگه 2 روز نتونستی از دخترم مراقبت کنی چی؟ نگران نباشی. مادر حالت چطوره؟
خدافظ. مراقب خودتون باشین. باشه؟ تعطیلات بیاین پیش ما. باشه دخترمو. بازم بیا پیش ما. میام عزیزم. بذارین دستتون رو ببوسم. مادرت اینا رو سلام برسون. به توپراک هم سلام برسون. تو امارت جای خوبی برای خودش داره. آفرین. عجب دختر زرنگیه. من میرم حوا رو برسونم. لازم نیستم. گفتم که پول همراه هم هست. یه تاکسی میگیرم و میرم. تا ترمینال راهو بلدم. نگران نباشین. ممنون. واقعا متشکرم. خداحافظ. مراقب خودتون باشین. باشه؟ زود باشین. برین سر درساتون. اگه این دختره، این خط و این نشون چیزی تو کلش نباشه اسم منو عوض کن. دیگه اینقدر چرند نگو زن. بلند شو به داداشت زنگ بزن. ببین خبر دارن. بابا. حوا دخترم چطوری؟ خوبم بابا جون. داداشم اینا چطورن؟ مشکلی چیزی که پیش نیومده؟ پولت تموم شده؟ یه لحظه به من گوش کن. من دارم برمیگردم. حوا دخترم اگه اتفاقی افتاده الان بگو. بابا. باشه بگو. توپراک با یوسف حرف زده. یوسف هم اومده اینجا استانبول. ما با هم آشتی کردیم. منم دارم برمیگردم. اگه عمو اینا بهت زنگ زدن بهشون حرفی نزن. جدی میگی؟ بابا اون کاری که من بهت میگم و بکن. خب پس فعلا خدافظ. خیلی منتظرت گذاشتم. نه عشقم. باشه رمزی، به همه سلام برسون. شبت بخیر. خبر نداشتن نه؟ تو اینطور فکر کن. اونم درست همون حرفایی رو زد که حوا گفت. تو فکرت خرابه. خراب. فکرت خرابه. خسته نباشین. خوش اومده. شب بخیر. شب بخیر. چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟ یه سویت میخواستم. بله قربان، همین الان براتون آماده میکنم. میشه لطفا مدارکتون رو بدین؟ بله. لطفا اینجا رو امضا کنید. حتما. سویت شماره 501. بفرمایید. اینم کلیدا. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. الان داریم میریم تو اتاقمون. منظرش رو به دریاست. آره. یوسف اینجا خیلی قشنگه. من اولین باریه که دارم توی هتل میمونم. ممنونم.
اگه یه روز تنهات بذارم فکر میکنی میتونم طاقت بیارم؟ تو هر جا که باشی منم همونجا. باش، میرم یه دوش بگیرم. باش. زود برمیگردم. باش. امروز روز خیلی بدی داشتیم. به هر دومون خیلی سخت گذشت. اما باور کن که من خیلی دوستت دارم منور. برای خوشبخت کردن تو هر کاری میکنم. قول میدم کاری کنم تو برای همیشه امروز رو فراموش کنی. خوابید؟ نه، گفتم قبل از اینکه برم بخوابم نوامو ببینم. خب تو بگو چه خبر؟ تغییری به وجود نیامده؟ نه حمید خانم، ولی اگه شما بگین من همین فردا صبح از اینجا میرم. آی تاپراک، چرا همچین حرفی میزنی؟ انگار ما همینطوری بی خود تو رو تو این خونه نگه داشتیم. چطور بگم؟ آخه نمیخوام مزاحم باشم. این حرفا رو ول کن. من در مورد تو با یه دکتر متخصص صحبت کردم. گفت این موضوع خیلی هم نرماله. نمیشه تو یه ماه یه دفعه شیر آدم خشک بشه، اما تو به شیر دادن ادامه میدی. اگه بچه شیر بخوره دوباره شیرت میاد. واقعا دوباره میاد؟ من از کجا بدونم دخترم؟ خب امتحان میکنیم میفهمیم. تو سعی کن بچه شیر خشک بخوره و خوب سیر بشه. یه وقت بچه گرسنه نمونه ها. فعلا یه چند روز صبر میکنیم. اگه نشد اون وقت یه راه دیگه پیدا میکنیم. هرچی شما بگین خانم. خب معلومه. دکترها میگن شیر مادر خیلی برای بچه ها مفید تره. خیلی خوب، تو برو پیش بچه و بخوابونش. شب بخیر. شب بخیر. یوسف، من باید یه چیزی رو بهت بگم. بذار یه زنگ بزنم ببینم چه خبره. حتما خیلی خوشحاله. خب دیگه خرش از بال گذشته، یادش رفته کی بوده. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. نه اینطوری نمیشه. یه راهی پیدا میکنم. آدم یه جوری همه چیزو تغییر میدم. زود باش بگو. یوسف، من بهت خیانت کردم. تو به من خیانت کردی؟ تو به هیچ کس خیانت نمی کنی.
من فکر میکردم بهترین زن دنیا مادرمه. براش احترام قائلم. حالا هم برای تو قائلم. چون عین مادرم درست و صادقی. ممکنه اشتباهاتی داشته باشی، ولی سعی میکنی که درست باشی. هیچ وقت دروغ نمیگی. ریا نمیکنی. حالا جریان چیه؟ هیچی. من قبلا هم یه بار شب تو هتل مونده بودم. اینو یادم اومد. تو خیلی شیرینی. میرم لباسمو عوض کنم. باشه. خدایا منو به خاطر گناهام مجازات نکن. خدایا با من این کارو نکن. من خیلی اونو دوست دارم. واقعا میگم. تو رو خدا به خاطر اشتباهات من ما رو از هم جدا نکن. خدای شکرت. حوا حالت خوبه؟ خوبم الان میام. یوسف یه قولی به هم بده. که هرچی شد از هم جدا نشیم. هرچی که شد کنار هم بمونیم. باشه؟ قول میدم. قلب من دیگه متعلق به توه. چرا گریه میکنی؟ از خوشحالی. مادر عزیزم، شما کی اومدین؟ مگه صبح زود نرفته بودیم امارت؟ رفتم امارت و صبحونشون رو حاضر کردم و غذای شب و بار گذاشتم. بعدشم اومدم پیش تو. از دکترت اجازه گرفتم، گفت از امروز هر غذایی که دلت بخواد میتونی بخوری. سرمم از دستت در آوردن، بعد از ظهر مرخصی. این خاگینه خیلی خوشمزه است. من درست کردم فقط به خاطر تو که میدونستم دوست داری. پسرم، دردی چیزی که نداری. من چیزیم نیست مادر.
یعنی نمیخواد نگران باشین؟ دیگه گذشت، جای نگرانی نیست. چطور نگران نباشم عزیزم؟ تو تنها کسی هستی که تو زندگیم دارم. وقتی تو اون حال و روز دیدمت فقط خدا میدونه چه حالی شدم. نمیدونی چقدر دعا کردم، از خدا خواستم بهت سلامتی بده. اگه تو آسیبی ببینی زندگیم جهنم میشه. تو سلامت باش، من مریض میشم. تو زندگیم بیشترین و بدترین آسیبو به خاطر شما دیدم. حالا این حرفا چه فایده داره؟ خب حالا کاریه که شده، نمیشه تغییرش داد. یعنی این که تو منو بخشیدی؟ تو خودتو میبخشی مادر؟ همه چیزو به قبل برگردون، منم میبخشمت. بله خانم پرستار، ایگیت ایشیلیورت دیروز بستری شده، میخواستم حالشو بپرسم. خوبه، بهتره. امروز حالش خیلی بهتره. میخواین وصل کنم اتاقشون؟ نه ممنونم. من فقط میخواستم ببینم حالشون خوبه یا نه. نیازی نیست وصل کنین. روز بخیر. خدای شکرت. منور تو اتاقتی دخترم؟ تو هنوز از خواب بیدار نشدی؟ واقعا آفرین به تو. همه سر میز صبحونه منتظر تو هن عزیزم. مامان من دیشب اصلا خوب نخوابیدم. بذار یه ذره دیگه بخوابم، شما منتظر من نشین. عزیزم معلومه حتما تا صبح داشتی فکر میکردی چطوری موضوع رو به آیگار بگی. خب من الان میرم به دخترها میگم یه چای سبز برات درست کنن. یه فنجون که بخوری دیگه اصلا احساس خستگی نمیکنی عزیزم. نه نمیخوام مامان جون. من اگه یکم بخوابم حالم خوب میشه و سر حال میام. منور نمیشه همینطوری تو تخت خوابت بخوابی عزیزم. بذار یکم ماساژت بدم. مامان نمیخوام. اول صبحی هم اگه چای سبز بخورم معدم درد میگیره. تازه بابا اینام سر میز صبحونه منتظرن. برین منتظرشون نذارین. عزیز دلم خیلی خسته به نظر میرسی. باشه پس من به دخترها میگم بعدن یه چیزی برات درست کنم بیارن اتاقت بخوری. باشه مامان. بابا پسرم حالت چطوره؟ ببینم که سر حالی. خوبم خدا رو شکر. از اینجا که بیام بیرون انشالله بهترم میشم. گفتم که تو تنها پسرمی، میارمت بیرون. ممنون بابا، مرسی. میگم این وکیلی که برام گرفتیم واقعا کار درسته. بابا اینجا خیلی وقتم تلف شد. از کار و زندگی افتادم، اینجا هیچ کاری ندارم. نمیدونم وقت چجوری میگذره، ولی من حسابی عوض شدم. وقتی از اینجا بیام بیرون خودت میفهمی. پس اینجا ازت یه مرد ساخته پسرم. درسته به خدا. یه موضوعی هست بابا، اگه بهتون بگم ناراحت میشین نه؟ نه پسرم بگو چی هست؟ موضوع حواس بابا. اسم هوا رو نیار. مگه من بهت نگفتم که باید اون دختره رو بیخیال شی؟ بابا تو رو خدا اول گوش کن. به چی باید گوش بدم؟ قربون اون قیافه ماه، تو رو خدا اول گوش کن. یه دقیقه صبر کن. این چیه پسر؟ نگو که با هوا حلقه رد و بدل کردی. خیلی خوش گذشت، واقعا ممنون. خواهش میکنم. پول اتاقو نمیدی؟ وقتی شما خواب بودی من همه ای کارا رو کردم.
ممنون. بابا یه دقیقه بشین. یه با هم دیگه حرف بزنیم. باور کن که شما حوا رو نمیشناسین بابا. اون دختر جز من به هیچ مردی نگاه نمیکنه. الان من چند وقت اینجام، اون اصلا منو فراموش نکرده بابا. با این که میدونه ممکنه حالا من بیرون نیام بابا جون. کافیه. ممکنه بتونه تو رو گول بزنه، اما منو نمیتونه فریب بده. تنها خواسته اون اینه که تو رو به دست بیاره. همین که خرش از پل بگذره خودشو نشون میده. میفهمی اون فقط دنبال پولته. بابا خیلی دارین دیگه تون میرینا. هوا منو دوست داره. باشه پس هر کاری دوست داری بکن. بابا این کارو نکن، قربون اون شکل ماهیت این کارو نکن. من تنها پسرتم. میخوای بدون تو ازدواج کنم؟ چی میشه رضایت بدی؟ یه بار برو با بابای هوا صحبت کن ببین چی میشه. امکان نداره پسرم. من خونه اون مرده که احمق نمیرم. اون دخترم نمیخوام. خودتون که همه چیزو حل کردین، اونم قبول کرده، پس دیگه کار تمومه. بابا تو رو خدا اینطوری رفتار نکن. قصد من کوچیک کردن شما نیست، این رسم و رسومه. تازه ما خیلی با هم دیگه خوشبخت میشیم. به من اعتماد کن. اون دختره باید از روی جنازه من رد بشه تا عروس خونمون بشه. دیگه خودت تا تایشو بخون. میتونیم تا تابستون صبر نکنیم، فوراً ازدواج کنیم ها؟ نمیدونم. هنوز هیچ کاری نکردیم، اینم هست. اما عروسمون که حاضره. بهتر اول برگردیم شهرمون. منم با مامان بابام صحبت کنم ببینم نظرشون چی. اصلا دوتایی حرف میزنیم. اگه تنهایی حرف بزنی شاید زشت باشه. نه عزیزم، منظورم این نبود. یعنی خب باید همه چی آماده کنیم دیگه. تو الان همه چیز منی. مادر و پدر تو هم مثل مادر و پدر من. هر کاری لازمه به من بگو، باشه؟ باشه. آخه شما چه جور آدمایی هستین؟ ما از دست تو و دخترت نباید آرامش داشته باشیم؟ وا این آدم داره چی میگه رمزی؟ شما خوب میدونید من چی میگم. منو نگاه کن. شما برو تو، من میخوام با این آقا صحبت کنم. گیر چه آدمایی افتادیم. والا منم نمیخواستم قبول کنم، به خاطر جنیت شما که تو زندان قبول کردم. یعنی چی نمیخواستم قبول کنم؟ منو فریب نده رمزی. شنیدم که خودت حلقه نامزدی رو دستشون کردی. چیکار میکردم؟ هرچی بیشتر مخالفت کردم اونا پافشاری بیشتری کردن. گفتم بذار هر کار میخوان بکنن. من این چیزا رو نمیفهمم. قبلا هم بهت گفته بودم نمیذارم پسرم دخترتو بگیره. حالا هم یه پدر باش و برو به دخترت بگو که فکر پسرم از کلش بیرون کنه، وگرنه میدونم چی کار کنم. خسته شدی؟ نه. از وقتی راه افتادیم هیچ حرفی نزدی. وقتی رسیدی خونه استراحت میکنی. فکر کنم خسته شدی. کاش همیشه فقط خودمون دوتا بودیم. کاش توی خونه دور از همه زندگی میکردیم. الانم فقط من و تو اهمیت داریم. عشق ما خیلی بزرگ و قشنگه. بقیه اهمیتی ندارن. آی نکنه برادرت باشه. توی پسرم، خوش اومدی. خیلی ممنون خانم، اینا برای شماست. خیلی ممنونم، لطف کردی. اینا رو هم خریدم که بعد از شام با هم دیگه بخوریم. خب البته اگه برای شام دعوت داشته باشم.
این چه حرفیه؟ حتما بفرمایین اینجا بشینین. بفرمایین. دخترم این گلا رو ببر بذار تو گلدون. گلدونش بزرگ باشه. زود باش. چشم خانم. اینم برای تو خریدم. همیشه میگفتی که خیلی به کتاب خوندن علاقه داری. رفته بودم آنکارا از یکی از دوستام خریدم. خیلی ممنون. جدا شدن برام سخته. درسته، ولی خیلی طول نمیکشه. با مادرت اینا صحبت کن. همونایی که قرار گذاشتیمو بگو. به منم خبر بده. باشه. میخوای کمک کنم وسایلتو ببری؟ نه نیست. حوا دختر گلم. مامان تو چرا برگشتی؟ چیزی شده؟ دلم برا تنگ شده بود. تو رو خدا راستشو بگو چیزی شده؟ نکنه اذیتت کردن؟ مامان یه دقیقه آروم باش، بذار بغلت کنم. خیلی دلم برا تنگ شده بود. دختر خوشگلم. کارهای دولتی چطور پیش میره آیگار خان؟ خبر خاصی که نیست. فعلا که هیچ مشکل خاصی نیست قربان. خانم، یوسف خان اومدن. آی خدایا شکرت. اوه میبینم که همه اینجان. پسر عزیزم. به خدا چشممون به در خشک شده. چشت روشن همیت خانم، چشت روشن. چطوری بابا؟ خوبم پسرم. چطوری پسرمو؟ ممنون خوبم. خوش اومدی داداش. ممنون خواهر جون. کارت انجام شد پسرمون؟ انجام شد پسرم. این کاری که انجام شده چیه پسرم؟ بگو تا ما بفهمیم. شما تو کار بچه دخالت نکن. بیا بشین پسرم. اوه عجب غذاهای خوشمزه‌ای داری. بله خاله. برگشتی دخترم؟ بله. شما فوراً از همه چی خبردار میشی؟ من همیشه از همه چیز خبر دارم. منتظرم بدونم چه اتفاقی افتاده.
چی کار کردی؟ حلقه رو ازش گرفتی؟ بله. همونی شد که میخواستم. آفرین به تو دختر. گفتی این موضوع تمومه، اما بازم خودت بهترین تصمیم رو گرفتی. منو ناراحت کردی اما به نتیجه رسیدیم. زود باش بیا اینجا یه قهوه بخوریم با هم گپ بزنیم. الان نمیشه خاله، نمیتونم بیام. باشه، خودت میدونی. آفرین به تو. اما این حلقه رو یوسف نه بلکه من دستت کردم، یادت نره. مگه میشه یادم بره؟ از دست تو دختر. خیلی خوب، باشه پس فعلا خداحافظ. بعدن با هم حرف باشه، خداحافظ. یعنی چی؟ من که چیزی نفهمیدم. یوسف واسه چی اومده اونجا؟ به خاطر من. یوسف به هم پیشنهاد ازدواج داد. پس واسه این محصولات جدید که دارین تولید میکنین مجبور شدی با عجله بری استانبول. اونم بی خبر. آره؟ آب و هوای استانبول همیشه به این پسرعموی ما ساخته. حالا نمیدونم این بار شیر برگشته یا اینکه کاراش خوب پیش نرفته، اما خیلی خوبه که برگشته. جاش خیلی خالی بود. راستش وقتی هر کدوم از شماها پیش ما نیستین جاتون سر سفره خیلی خالیه. ببین دوباره دور هم جمع شدیم برادر. حالا که رفتی اونجا حتما به بتولم یه سر زدی، درسته؟ نکنه واسه همینه که انقدر سر حالی؟ چرا یهو حرف بتول رو میزنین؟ من اصلا به بتول فکر نمی کنم. آی پسرم خیلی زشته. اگه اون دختر بفهمه تا استانبول رفتی حتی یه زنگم بهش نزدی به خدا خیلی ناراحت میشه. شما خودتون ناراحت نکن زنمو. اگه پسرمو بهش زنگ نزده یه دلیلی داشته. چه ازدواجی؟ از کی اجازه گرفتی؟ کی بهت اجازه داده؟ مامان چرا انقدر عصبانی شدی؟ من نفهمیدم. یوسف منو دوست داره، منم اونو دوست دارم. کدوم دوست داشتن؟ فکر میکنی اونا این کارو برای تو میکنن؟ اونا تو رو قبول میکنن؟ بعدش هم دستتو میگیرن و با خودشون میبرن خونهشون؟ بله مامان، یوسف بهم قول داده، قسم خورده هر کس هر حرفی بزنه، هر کاری هم بکنه من همسر قانونیش میشم. یعنی تو همین دروغا رو باور کردی ها؟ آخه تو اونا رو نمیشناسی، من میشناسم. حوا، الهی قربون شکلت برم، برگرد استانبول، خودتو نجات بده. مامان چرا این کارو میکنی؟ چرا؟ من فکر میکردم شما خوشحال میشی. شما همه کس منی. حرف شما برام سنده، اما این بار به حرفت گوش نمیدم. من با یوسف ازدواج میکنم. حالا هم اگه اجازه بدین میخوام برم توپراکو ببینم. حوا، حوا دخترم. بابا خوش اومدی دخترم. خیلی دلم برات تنگ شده بود، جدایی خیلی سخت بود. منم خیلی دلم برات تنگ شده بود. خب یوسف چی شد؟ مشکلتون حل شد؟ حل کردیم. به این پیشنهاد ازدواج داد، منم این دفعه قبول کردم. خدا رو شکر. خدا رو شکر، بالاخره خنده دخترمو دیدم. وقتی از اینجا رفتی گفتم دیگه همه چیز تموم شد، اما به لطف خدا همه چیز به خوبی پیش بره انشالله. ایشالله بابا جون، ممنون. تازه قرار یوسف بیاد اینجا و من از شما خواستگاری کنه. راست میگی؟ یعنی یوسف هانچی اغلو میاد خواستگاری تو؟ خب معلومه، مگه رسم و رسوم همین نیست؟ پسر باید بیاد خونه دختر رو خواستگاریش کنه. ببین منو، انگار قسمت ما اینه که با هانچی اغلوها فامیل بشیم. این وقت شب کجا میری؟ دارم میرم پیش توپراک، باید باش حرف بزنم. آره حتما، تو خودت باهاش حرف بزن و همه چیو بهش بگو.
فقط یوسف تازه منو رسونده تا دم خونه. حالا اگه دوباره برم اونجا خوبیت نداره. چطور شما هم اگه اشکال نداره با من بیاین. شما توپراکو صدا کنین بیاد پایین. خب یه کار دیگه هم میشه کرد. توپراک میخواست بره ایگیتو ببینه. تو برو بیمارستان پیش ایگیت، منم میرم توپراکو میارم. چی؟ چه بیمارستانی بابا؟ مگه ایگیت چه شده؟ دیشب جواب SMS همو ندادی. این یعنی اینکه هنوز منو نبخشیدی؟ ببخشمت؟ من ازت متنفرم. آره میدونی، درسته. مجبورم که باهات ازدواج کنم، اما فقط این کارو به خاطر ایگیت انجام میدم. اینو یادت باشه، هرگز مال تو نمیشم، هرگز. چطوری اینطوری شد من که نمیفهمم. ولش کن، پیش اومد دیگه. تو استانبول چی کار کردی؟ جای قشنگی بود، خیلی قشنگ. اما اگه میدونستم تو به این حال روز افتادی، دوست دخترتو از استانبول با خودم میآوردم. اینطوری زودتر حالت خوب میشد. حوا، دختری که من عاشقشم تو استانبول نیست، همینجاست. چی؟ چرا تا امروز به من هیچی نگفتی؟ دستت درد نکنه. مجبور بودم. چرا آخه؟ چون دختری که من دوستش دارم منوره. منور، چی شده دخترم؟ هیچی مامان. عزیزم، من تا حالا ندیده بودم انقدر تو خودت باشی و گریه کنی. نکنه اویگار حرفی بهت زده؟ نه، من فقط نمیدونم چطوری باید باش حرف بزنم. اون خیلی آدم خوبیه، اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. منفر، اگه زودتر به هم گفته بودی الان کارمون به اینجا نمیکشید. خیلی خوبه، مامان بهت کمک میکنه عزیز دلم. نه، من خودم باید این موضوع حل کنم. این چه حرفی منور؟ من مادرتم، معلومه کمکت میکنم. زود باش عزیزم، بلند شو. اگه پدرت تو رو اینطوری ببینه خیلی نگران میشه. منم میرم چند دقیقه با آیگار حرف بزنم. منور، پس خاله بهت گفت به هیچ کس حرفی نزنی؟ آخه چرا؟ اگه میدونست که منورم تو رو دوست داره، چرا نذاشت تو بری با یوسف حرف بزنی؟ نمیدونم. هر وقت ازش میپرسیدم میگفت من یه برنامه‌ای دارم. صبر داشته باش. راستش هر وقت بهش میگفتم من دیگه نمیتونم صبر کنم و میخوام برم و همه چیزو بهش بگم و خودم خلاص کنم، هر بار یه جوری مانعم میشد. اما هیچ وقت نگفت برنامه‌اش چیه و میخواد چی کار کنه. حالا هم که به اینجا رسیدیم. بگو ببینم این اتفاقا کی افتاد؟
بعد از اینکه من و توپراک اومدیم امارت؟ آره، من و منور با هم قول و قرار گذاشته بودیم. قرار بود درسم که تموم شد برم با داداشش صحبت کنم. مادرم هم خبر نداشت. اما وقتی برگشتم استانبول، هر بار که خواستم با داداشش در این مورد صحبت کنم، مادر مانعم میشد. میگفت تو صبر کن، هیچ کاری هم نکن، من خودم قدم به قدم برنامه ریزی میکنم، تو فقط بشین و هیچ حرفی هم نزن. منم گوش کردم. کاش هرگز به حرفش گوش نمیکردم. منم دقیقاً مثل تو فکر میکنم. که قدم به قدم برنامه ریزی کرده بوده. آره، اما اگه من حوام این بازی رو تمومش میکنم. نگران نباش. یعنی چی؟ تو میدونی مادرم چی تو فکرشه؟ الان دیگه میدونم. کجا میری هوا؟ خیلی متشکرم. خب قرار بود که تا بهار صبر کنیم، اما اگه شما هم موافق باشین میتونیم زودتر مقدمات عروسی رو آماده کنیم. آینه عزیزم، ما هنوز خیلی کارا باید انجام بدیم. نه، نمیشه اینقدر زود بعد از نامزدی عروسی بگیریم. نه، من که میگم باید صبر کنیم. منور، چرا اونجا وایسادی؟ بیا بشین خواهر جون. نه، همینجا خوبه داداش. خواهر، حوا اومده، دم در منتظر شماست. دخترم، چی شد یه دفعه نظرت عوض شد؟ تو به زودی خانوم این خونه میشی، چرا نیومدی تو؟ شما بیاین بیرون، خاله من الان نمیام تو. بیا دختر، بذار بغلت کنم. خیلی خوشحالم کردی اومدی. نمیخواد، برو کنار. دلت تنگ شده؟ همه این کارا رو کردی چون منو دوست داری؟ فقط به آینده من فکر میکنی؟ میخوای زندگی ما رو نجات بدی؟ آره سلطان خانم. تو رفتارت خیلی عوض شده، نکنه زده به سرت؟ راستش تازه عقلم داره کار میکنه. کاش زودتر همه این چیزا رو فهمیده بودم. اما دیگه پرده از جلوی چشام رفته کنار. دیگه علت همه این کاراتو میدونم. خب درست همونطور که میخواستی بازی رو پیش بردم. قدم به قدم اون برنامه‌ای که میخواستی رو برات اجرا کردم. درسته؟ ما با هم نامزد شدیم. شغل تو هم اینجا دیگه تضمین شده است. حالا وقتی که ما تو با هم ازدواج کنیم، تو اون کایماکان که خیلی هم ازش خوشت نمیاد و از سر راه بر میداری تا منور و ایگیت به هم برسن. خب البته ایگیت از این بازی خبر نداره. تو خیلی راحت من و پسر عزیزتو به خاطر حرص و طمع خودت قربانی کردی خانم سلطان. متاسفم. چرا ساکتی؟ جواب بده. تو ازم هیچی نخواستی، ولی من برات یه چیزی آوردم. ممنونم داداش. زحمت کشیدی یوسف. به من نگاه کن. چرا صورتت کبود شده؟ چی شده دخترم؟
به خاطر تو زندگی من داشت نابود میشد. نه فقط من، توپراکم همینطور. اما وای، کسی که حتی به فکر بچه خودش نیست معلومه که به فکر ما هم نیست. داری اشتباه میکنی. چطوری میتونی اینقدر خودخواه باشی؟ تو چه جور آدمی هستی سلطان؟ دهنتو ببندی که خرت از پل گذشت. یادت رفت یه شوهر نصیب شده که حتی تو رویاهاتم نمیدیدی. دیگه چی میخوای؟ اگر من شما دوتا رو به این عمارت نمی آوردم الان باید به اون مادر مریضت و اون خواهر بی دست و پات تو کوچه ها گدایی میکردی. حالا به جای اینکه به جونم دعا کنی داری بی صفتی میکنی. حق داری. خوب نگاه کن، از این به بعد تو این عمارت باید دستورات منو اجرا کنی. میدونی وقتی بیام اولین کاری که میکنم چیه؟ تو رو اخراج میکنم. بعد از این همه سال خدمت صادقانه یه تعطیلات دراز مدت خیلی برات خوبه. به این راحتی هم که میگینی؟ به همین راحتیه. دیگه کافیه هرچی بدی کردی. فکر کردی من نمیدونم که تو نمیخواستی من و یوسف خوشبخت بشیم؟ من احمق نیستم. مگه همین چند روز پیش تا نبودی که منو تهدید میکردی؟ من جای دخترتم سلطان خانوم، اما از تو عاقل‌ترم. میدونستی؟ برای همین روزی که وارد این عمارت بشم تو از اینجا میری.